خیلی برنامه دور همی رو دوست دارم. مسئول کسی که مسئول آوردن مهموناست آقای عین الف، آقای علی اوجی که مسئولن که متاسفانه پشت پرده یه پولای سنگینی از خواننده‌ها میگیرن. نمونهش و از حمید هیراد 100 میلیون تومان پول گرفته بودن بابت اینکه آورده بودن ایشونو. بعد اینکه از ماکان بند و کسای دیگه، ولی خب کسایی که پول نمیگیره ازشون برمیداره به راحتی از لیستشون حذف میکنه، مثل مهدی جهانی، اشبان. مطمئنم آقای مدیری از این داستانا باخبر نیستن به هیچ عنوان. سری چیزا میتونم بگم که خب هیچ چیزی دلیل و مدرک، یعنی بین دو نفر که یه قراردادی هم نوشته میشه قرار نیستش که قرارداد اون آدم دست من باشه که من بگیم که با دلیل و مدرک نوشتاری بیا جلو یا هر چیزی. من یه سری توضیحا رو میتونم بدم. بعد اینکه دیگه قاضی هم خودتونید و خودتون میتونید هر تصمیم بگیرید که چی فکر میکنید. و اول اینکه من هیچ مشکلی دارم میگم، هیچ مشکلی با هیچ کدوم از خواننده هایی که دیروز اسم بردم ندارم به هیچ عنوان. خیلی هم دوستشون دارم. اتفاقا حمید هیرادو براتون بگم اول از همه که توی کنسرت پازل بند دیدمشون. هنوز من خدا معروف نشده بود ولی خب تازه یه آهنگ خونده بود، رفت خون، خودش میدونه. چقدر بغلش کردم، چقدر گفتم دوست دارم شخصیت تو، براشم آرزوی موفقیت کردم و اینکه همین الانم خیلی خوشحالم که موفق شده. و روی صحبت من اصلا با حمید عزیز نیست، به هیچ عنوان با حمید نیستش. و اینکه میگم که اصلا نمیگم که حمیدم پول داده. خب اصلا پولم داده باشه موردی نداره، یعنی که اصلا یه چیز مارکتینگ این داستان که آقا هر چقدر تو تبلیغات خودتو بیشتر بکنی از اون برم درآمدت بیشتر میشه. شاید اصلا دوست داشته باشه 1 میلیارد بدن به برنامه دور همی، هیچ ایرادی نداره. اونم ایرادی نداره کسایی که دریافت میکنن این پولا رو. از نظر من این مورد نداره. ولی چیزی که مورد داره 100%، چیزی که 100% مورد داره اینه که تو بیای از یه سری آدم ها پول بگیری و اون سری آدمایی که پول نمیدن و وقتی که تو لیستت هستن بیای حذف کنی. این کار کاملا کار اشتباهیه و ناراحتی من از اینجاست که کسایی که تو لیست بارها و بارها بودن اومدی حذفشون کردی و جایگزین گذاشتی کسایی که اومدن پول دادن. حالا از این موضوع بگذاریم. دلیلی که میتونم بهتون بگم خب حمید اون موقع خیلی به اندازه الان که خیلی ترکونده و خیلی براش خوشحالم، حالا خیلی ملوتر بود جلو. و چطور میتونم بگم که پول گرفته؟ خب یه چیز خیلی راحت که اول اینکه شاید خود همین پول نرده یا هر کسی اصلا پول میگم که اونم ایرادی نداره، مشکلی نداره. ولی خب دلیلی که میتونم بگم اینه که توی اولین برنامه این سری دور همی حمید هیراد آوردن و بولدش کردن توی اولین برنامه. حالا قضاوت به خودتون. مهمان داریم. چه مهمانی؟ معرفی میکنم. چرا معرفی نکنم؟ حمید هیراد. گر جان به جان من کنی جان جهان من تویست. که این همه آدم برای اینکه یومیان یه خواننده رو میارن. خب حالا چون خواننده ها مدیر برنامه‌هاشون راحت تر پول میدن. خب ماکان بند رو میذارم برای آخر صحبتشو میکنم. میگم که خیلی دوستشون دارم. امیر عزیز رو خیلی دوست دارم و این
دیدم که یه استوری گذاشتن و این حرفا. خب آقای اوجی هم که در جریانش هستم که دیروز بالاخره بعد از لایو من دست به دامن خیلیا شده، به خیلیا زنگ زده که لطف کنید که پست بذارید که من همچین کاری نکردم و بالاخره بچه ها تو ایران هستن و مجبورن که این کار بکنن به خاطر اینکه بالاخره مراوده دارن و میخوان با ایشون کار کنن در نهایت. خب یه چیز دیگه که میتونم بگم که این که خب گفتم که چرا مهدی، چرا اشوان، چرا حالا یه سری اشخاص دیگه، حالا من دوستای خودمو میتونم بگم، نمیتونم، اجازه ندارم راجع به اشخاص دیگه صحبت کنم چون میدونم خیلی شخصای دیگه هم بودن که تو لیست بودن و نیاوردنشون. مثلا چیز این حالا گفتم اسم نگم بهتره، میگم دوستای خودمو میگم فقط. ولی آقای تلیسچی، البته میگم علیرضا، میگم اسمایی که دارم میارم فقط برای اثبات این حرفی که زدم بهتون. اصلا من با کسایی که اسم میارم هیچ مشکلی ندارم، با خواننده ها مخصوصا. ما باید هوای همدیگه رو همیشه داشته باشیم، گرچه من همیشه داشتم. خود ماکان بند در جریان هست، حالا اونم بهتون ثابت میکنم همین الان که 10 بار براشون پست گذاشتم، تبریک گفتم، کنسرتشون گفتم برید و تا حالا باشون هیچ مشکل نداشتم. آقای ترشی 2 بار تا حالا تو این سری تو دور همی اومده، یه بار اومده خونده، فقط خونده، آهنگ خونده رفته، یه بارم دیگه اومده مصاحبه کرده، ولی هنوز که هنوزه مهدی و اشوان تو برنامه نیومدن. دلیلش نمیدونم با شما. خب فکر کنم بله نوبت به این رسید که راجع به ماکانم بذاره براتون صحبت کنم. خب من گفتم که من ماکانی عزیز و خیلی دوست دارم، مخصوصا هم روحامو دوست دارم، هم امیر دوست دارم. امیر رو دیدم، خیلی پسر با شخصیت خوب و اینکه میدونم که پستی هم که گذاشته شده حرف دهن بچه ها نبوده به هیچ عنوان. ساشا عزیزم گوشی رو لطف میکنی بیاری؟ ممنون میشم. من تا حالا یه توضیح دیگه که من هیچ حسادتی ندارم. این داستانی هم که دارم براتون تعریف میکنم من خواننده مجاز نبودم، پس عقده اینم نداشتم که برم توی برنامه دور همی، چون نمیتونستم هم برم تو برنامه دور همی. میگم که صرفا خاطر طرفداری از رفیقام و اینکه باید یه سری حقایق روشن میشد که دیگه یه سری آدما دیگه این کارا رو نکنن در آینده. خب راجع به ماکان بند میخوام که ببینید این سفر فیلم گرفتم که نگید ساختگیه. اگه آدم حسودی بودم میگم که بچه ها مطمئنم که کار بچه ها نیست. سفر رو اگه میبینید پیج ماکان بنده، بریم تو مسیجاشون. خب سلام جانم، دوست داشتم کار تو آرزوی موفقیت برات بکنم. مرسی عزیز، خیلی ممنون. اگه شیر بکنید برامون یادمون نمیره محبتتونو. حتما اومد بیرون شیر میکنم. دمت گرم. من یاشار خسروی هستم، ساکسیفونیست و رهبر ارکستر فرزاد و اینا. این بچه ها رو دارم میارم بالا، ایشالله زودتر بیای روی استیج، هر کاری بتونم منم جبران میکنم انشالله. فالو کردم. علی جان سلام، اگه امکانش بود تیزر ما رو شیر کنید. این برای اون زمانی هستش که بچه ها اولین آهنگشون هم هنوز نیومده بود بیرون. تیزر هر باری در رو داده بودن و اینکه من خوشم اومده بود و میگم از اونجایی که هیچ حسادتی به کسی ندارم خودم مسیج دادم، تبریک گفتم. یاشارم اومد گفتش که اگه میشه شیر کن، هنوز ما کار این نشدیم و فلان، حالا یه سری چیزا منم براشون شیر کردم
بدون هیچ منتی و اینا بارها هم براشون کنسرتاشون رو شیر کردم، ولی خب میگم که از چش امیر و روحام نمیبینم. بار آخری هم که یاشا رو توی آرشگاه دیدم برداشت به من گفتش که دارم دو نفر دیگر رو میارم تو ماکان بند، یعنی یه گروه دیگه یه ماکان بندی را میندازم که برداشتم بهش گفتم که فکر نمی کنم احتیاج به همچین کاری داشته باشی، روحام و امیر به اندازه کافی خوب هستن که نخوای همچین کاری بکنیم. حالا دیگه ما حرفای خودمون رو زدیم. آها من گفتم که من اگه لطف میکنه، اگه لایو رو پخش میکنید، هر کاری میکنید تیکه برداری نکنید، کامل بذارید لایو رو، ممنونتون میشم. من هیچ بی احترامی به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ پشت پرده